یه روزی مسیح و شاگردانش به دل دریا زدن. ناگهان طوفانی وحشتناک به پا شد و قایق شروع به غرق شدن کرد. شاگردانش ترسیده بودن و فکر میکردن همه چیز تموم شده. در حالی که همه تو وحشت بودن، مسیح آروم در قایق خوابیده بود. اونا رو بیدار کردن و گفتن استاد آیا اهمیت نمیدی که ما هلاک میشیم؟ مسیح بلند شد و با آب گفت ساکت باش، آرام باش، و طوفان بلافاصله آروم شد. سپس به شاگردانش گفت چرا اینقدر ترسیدید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ این داستان به ما یادآوری میکنه که در تمام لحظات زندگی باید به آرامش و ایمان خودمون تکیه کنیم. طوفان‌ها ممکنه اتفاق بیفتن، اما مسیح همیشه کنار ماست. پس در برابر مشکلات زندگی، طوفانایی که میزنن، نترسید و به یاد داشته باشید که آرامش همیشه در دل ایمان است.